از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اسلام بر 5 چیز بنا یافته است: گواهی دادن بر این که خدای دیگر غیر از خدای یگانه وجود نداشته و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا است و برپا داشتن نماز و دادن زکات و حج و روزه گرفتن ماه رمضان. از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند ایمان 60 و چند شعبه است و حیا شعبه از ایمان است. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند مسلمان کسی است که مسلمان از زبان و دستش در امان باشند و مهاجر کسی است که آنچه را که منهیات خداوندی متعال می باشد ترک نماید. از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت پرسیدند ای پیامبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ فرمودند کسی که از مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که شخص از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید کدام اسلام بهتر است؟ فرمودند طعام دادن و سلام کردن بر هر کسی که او را میشناسی و یا نمیشناسی. از انس رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کسی از شمایان ایمان ندارد تا زمانی که به برادر خود بخواهد آنچه را که برای خود میخواهد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند قسم به ذاتی که جانم در دست او است کسی از شمایان تا آن وقت ایمان نخواهد داشت که من در نزدش از پدر و فرزندش محبوب تر باشم. از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند قسم به ذاتی که جانم در دست او است کسی از شمایان تا آن وقت ایمان نخواهد داشت که من در نزدش از پدر و فرزندش و همه مردمان محبوب تر باشم. و از انس رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند 3 چیز است که اگر در کسی موجود شد لذت ایمان را درک می نماید: این که خدا و رسولش از دیگران در نزدش محبوب تر بوده و این که دوستیش نسبت به شخص فقط برای خدا باشد و این که در نزدش بازگشتن به کفر مانندی در آمدن در آتش باشد. و از انس رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند علامت ایمان دوست داشتن انصار است و علامت نفاق بغض و دشمنی با انصار است.